به نام خالق هستی بخش عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند علاقمندان به فوتبال. بازی رو شاگردان آقای ساپینتو آروم میکنن. یه لحظه اشتباه، موقعیت برای ترابی و تراکتور هست، یه فرصت عالی و آدان میبینیم ترابی پاس در عرض آروم رو داد و از پیرانو استفاده نکنن، روی دروازه یه موقعیت و کورنر حالا برای تراکتور به دست میاد. 11 بازی سوپر جام فوتبال کشورمون رامین میفرسته روی دروازه و گل برای استقلال به ثمر میرسه و حساب کار 1-0 میشه. گل برای استقلالی ها رقم خورده اما دروازه‌بانشون به شدت آسیب دیده. روزهای خوب رو در درون دروازه داشته باشه. ببینید ارسال رو، این ضربه سریعه که چشمی به درون دروازه فرستاد. به خوبی ببینید در بیرون اومدنش دچار اشتباه شد و از این زاویه هم میبینیم خیلی خوب فرستاد، خیلی هم خوب روی هوا بلند شد. روزبه چشمی، 2 بازیکن با تجربه استقلال روی این صحنه این گل رو به ارمغان آوردن. فضا حالا ایجاد شد برای حرکت هاشم نژاد، موقعیت برای تراکتور، یا یه پاس در عرض در دهانه دروازه. مطمئن باشید این بازی بازم گل داره. ارسال روی دروازه، یه موقعیت، یه فرصت عالی. الکساندر سدلر، این بازیکن سرب نتونست دروازه رو باز بکنه. تحت مراقبت خود هاشم نژاد، موقعیت، فرصت برای بازیکنان تراکتور. ضربه حسین زاده رو آدان در اختیار می. خامبر بکوف میخواد از راه دور بزنه، هلوی کار رو میکنه. دستای رامین رضاییان بالاست، میفروزه روی دروازه، خیلی خطرناکه. اون 2 چیز در تیر 2. دانیال اسماعیلی فر دور میزنه، روی پای چپشه، میفرسته، خوبم این کار رو میکنه. ضربه سر خطرناکی که از روی دروازه عبور میکنه و به بیرون میره. ببینید اینجا محمد نادری پیشتاخته بود، این ضربه سر رو زد روی ارسالی که دفاع راستشون اشتباه از سدلار. موقعیت، یه بار دیگه موقعیت برای بازیکنان استقلال. ضربه خطرناکی که همراه گروه داوری که داشته. این لحظه ای هست که ببینید مدافع چپ پیشتاخته استقلالی ها میخواست با پای راست دروازه ادیب زارعی رو برای بار دوم باز کنه. از این نما ببینید بدم نزد، اما تراکتور خواهد بود یا نه، کار ادامه پیدا میکنه و توپ بیرون میره. توپ روی دروازه، حالا یه ضربه سر خطرناک. این لحظه ای هست که ببینید خود روی زمین توپ، ضربه مدافعشون سدلار بود. ببینید خیلی خوب دروژک، یه بازیکن که چشمی هست در مقابله، ضربه رو مستقیم میزنه و آستانسکی پشت توپ قرار گرفته. پرتعداد جلو اومدن تراکتوری ها روی دروازه، یه ضربه سر و توپی که بی حاصل به بیرون میره. خودش در راه رفتن خوب کار میکنه، موقعیت داره، 2 بازیکن مقابلش هستن، راه بسته است، گوشه محوطه جریمه، حالا ارسال انجام شه، یه ضربه سر. بعد از تیر دوم ترابی این موقعیت رو برای تراکتور از دست میده. آها حسرت هواداران تراکتور. سالی که هایلوویچ انجام داد، دوباره اونجا موقعیت هست، یه فرصت عالی میشد. ببینید از این نماه که یه لحظه اشتباه باعث شد تا دید کافی هم نداشت سنگربان استقلال، اما گرفت توپ رو. پاستانسکی عرض میده، هایلوویچ موقعیت جا برای ضربه زنی که بی حاصل هست. به سرعت براشون داره سپری میشه، موقعیت پشت مدافعین، یه لحظه برخورد، اعتقاد داره توپ خورده به دست مدافع استقلال. آقای کاظمی میگه بررسی میکنه، اینجا یه لحظه ناخواسته توپ خورد به دست
پنالتی مورد تایید قرار میگیره. حسین زاده موقعیت تراکتوریا و گل برای تراکتور. کار به تساوی کشیده میشه. حسین زاده تراکتور رو به سوپر جام بر میگردونه. 1-1 مساوی. خیلی خوب زد ضربه پنالتی رو و حالا هواداران پرشور تراکتور به اون سمت برای حرکت حسین زاده. موقعیت خود حسین زاده چقدر گرفت توپ رو آنتونیادان. تراکتور خواهد بود تو دقایق پایانی مسابقه یارگیری من تو من روی دروازه. توپی که به استانسکی. هاشم نژاد رو به جلو. موقعیت چقدر راحت جامون. موقعیت و گل دوم برای تراکتور. اشتراکال. ببینید اینجا چرا یه لحظه کی بود این توی این صحنه اینقدر جامو؟ سورابیان بود یا آره آرمین سورابیان بود و این هم ضربه پای راست دقیق اشتراکال. تراکتور رو به اون چیزی که کسی فکرش رو نمی‌کرد رسوند. بازی 1-0 باختن اونا 2-1 دارن میبرن. استقلال 80 دقیقه رو عالی بازی کرد اما تراکتور نشون داد که تیم کم تجربه‌ای نیست. ببینید آفساید هم نبود. اینجا جلوتر بود سورابیان اما جا موند و خیلی راحت این بغل پای فنی جاد. حالا سرعت میدن تراکتوریا به بازی. خود فرصت برای ضربه زنی کماکان. موقعیت برای گل سوم اونها. شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه دشمن صهیونیستی. یه فرصت دیگه، یه موقعیت که تو نصیب سنگربانه. تقابل‌های قبلی دوبارش در 3 بازی قبلی دوبارش پیروز شده بود. سوت پایان بازی به صدا در میاد. در عین ناباوری دراگان اسکوچیچ یه جام دیگه به افتخارات تراکتوری ها اضافه میکنه. تبریک میگیم به هواداران پرشور تراکتور در جای جای ایران عزیز.